هر کجا نوروز و یلدا جشن گرفته میشه اونجا ایرانه. این جغرافیای یلدا یا به قول بعضی از اقوام ایرانی شب چله است. نحوه برگزاری شب یلدا در خارج از مرزهای ایران تفاوتی با آنچه در داخل مرسومه نداره. یلدا در غرب پاکستان، افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان معمولاً با مولوی خانی جشن گرفته میشه. در شمال شرق ایران و منطقه قفقاز مردمان ترکمن، آذری و حتی ارمنی یلدا رو به عنوان میراثی مشترک جشن میگیرن. در غرب یلدا از اصلی ترین جشن‌های ملی کردها و بختیاری هاست و این شامل اقوام ایرانی ساکن در کردستان ترکیه، کردستان عراق و سوریه و بخش‌هایی از کویت هم میشه. در جنوب در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم جمعیت قابل توجهی از ایرانیان زندگی میکنن که یلدا جزئی از فرهنگشونه و معمولاً در این کشورها